به نام خداوندی که سزاوار پرستش است آغاز میکنم. البته امروز مسائلی که دایر به پاش خوردن عائله هست که این نسبت فرهنگ ما بیگانه است، چون که مردم ما چی جوانان چی والدین به یک امید فرزندان خود را خانه‌دار میکنند تا اینکه از اونها یک روزی نیک را ببینند. متاسفانه بعضی عائله های هست که آمده به پاش خوردن میرسد، البته سبب های خاص خود را دارد. خود معلوم است که عائله دار شدن البته هنر نیست، بلکه عائله داری هنر است. هر یک فردی که به یک امید خانه دار می شود باید که قدر یکدیگر را بدانند و احترام یکدیگر را به جا بیارند و تحمل پذیر باشند. اگر در عائله تحمل پذیری باشد، این به پاش خوردن عائله ها آورده نمی رساند. خداوند منان در قرآن عظیم شان می فرماید استعیذ بالله و عاشرهن بالمعروف، یعنی بندگان خود را الله سبحانه و تعالی تاکید میکند که باید یک زندگی خوب یا زندگی مناسب داشته باشند، چون که خود نکاح جنبه عبادتی دارد. هر یک انسان، هر یک پدر و مادر وقتی فرزند خود را به وی میرساند تا سن 18 سالگی میرساند، البته این کاری سهل و آسان نیست. در شرایط فعلی کوشش میکند که فرزند او با یک آبرو، با یک شخصیت پس بخت شود و بختی سفید گفته کلانای ما دعا میکنند تا اینکه زندگی شیرین داشته باشند و فرزندانی سالم و صالح از آنها به دنیا بیاید، تا اینکه نام آن خاندان را، نام پدر و مادر را بالا بردارد. یعنی فرزندانی به دنیا بیارند که باغ پدر باشند و داغ پدر نباشند. از این لحاظ هر آن نفری که پیش از آن که ازدواج میکند باید که به مسائل خانوادگی آشنایی داشته باشد، باید که شخصیت یکدیگر را قدر کند تا اینکه در زندگی آنها رخنه پیدا نشود. هر چیزی که به آنها میرسد، هر سخنی که از آنها میرسد یا سخنایی که نسبت یکدیگر به آنها میاد، آنها باید تحقیق شود که آن گفته ها حقیقت دارد یا نه. در صورت سرسری بودن البته عائله ها دراز دوام نمیکند. برای همین توصیه دینی ما همین است که ما باید به یک زندگی شیرین، باید زندگی با محبت، با زندگی باوری باید که زندگی خود را پیش بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.